بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی ITN، امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم که بار دیگر در کنار یکی از پزشکان بسیار خوب شهرمون، آقای دکتر فرداد فروزانپور، متخصص جراحی‌های عمومی و جراحی زیبایی که مد نظر بسیاری از عزیزان بیننده هست باشم و در رابطه با کارهایی که ایشون در مطب خودشون در سرجری سنتر خودشون انجام میدن با شما صحبت‌هایی داشته باشیم. ممنون از تلفن‌های شما، ممنون از سوالاتی که داشتید. هر وقت مایل هستید زنگ بزنید به همون شماره‌ای که در روی تصویر می‌بینید 818 806 0000. هم سوالات خودتون رو مطرح کنید، همین کم محبت کنید. اگر که مایل هستید از نزدیک با دکتر فروزانپور یک جلسه رایگان داشته باشید که در مورد مسائلی که براتون مطرح هست از نظر زیبایی با ایشون مشورت کنید و ببینید که آیا کاندیدای خوبی برای این عملهای جراحی هستید یا نه. اجازه بدید که به ایشون خوش آمد بگم و سلام بر شما. سلام. خیلی خوش آمدید. ممنون از برنامه‌های خوبی که ارائه دادید و چقدر مورد توجه بینندگان عزیز هست و چقدر از اطلاعات کاملی که میدید سپاسگزاری میکنن، چون به زبان ساده و راحت خدمتشون میگید که درک بکنن که چه کاری برای میتونن انجام بدن. یکی از مشکلاتی که شاید جامعه ما بیشتر از خیلی از جوامع دیگه باهاش روبرو هست مسئله بینی هست، یا اینکه به صورت اپیدمی در اومده و همه باید عمل بکنن. من یادم یه زمانی در ایران همه باید عمل میکنن، الان که دیگه اصلا فکر کنم از هر 5 نفر 4 تاشون عمل کردن، یه نفر عمل کرده. یه ژن ایرانی‌ها مثلا اینکه دماغا لازم میشه بعد از این مدت عمل بشه. توی ارمنه هم زیاد هست. خیلی کسای ارمنی هم خیلی عمل می‌کنن. فکر کنم به منطقه‌مون یه جورایی ربط داره. تو آبش بوده یا هواش بوده معلوم نیست. دقیقاً. بفرمایید که چه کسی کاندیدای خوبی هست برای عمل‌های جراحی زیبایی و یکی از مسائلی که مردم مطرح می‌کنن میگن دماغ من گوشتیه. این یعنی چی؟ این فکر کنم یک غلط مصطلحی شده که بین دوستان افتاده. شخصی که از 18 سال به بالا سن داره کاندیدا برای عمل کردن دماغ هست تا موقعی که دماغش لازم باشه، مگه اینکه خدا نکرده تصادف کرده باشن، سنشون کمتر 18 باشه، دماغشون کج شده باشه یا شکسته باشه، اون موقع میشه روی شخصی که سنش پایین‌تر رو عمل کرد. ولی به خاطر زیبایی یا که پیر پرشر توی مدارس بعضیاشون خیلی دماغ بد فرمی دارن. خب بستگی چه سنی هست. دختر خانم‌ها تا سن 16 17 سالگی هنوز دماغشون داره ای خورده عوض میشه، رشد میکنه، تغییر میکنه. پسرها تا 18 سالگی بعد از مدت یه تموم شده و عوض نمیشه. و کسی که کاندیدیت هست اینه که دماغش یا کج هست یا یه قوس روی دماغشون هست که میخوان بردارن، یا همونجوری که فرمودین تو مدرسه اذیتشون میکردن، پیک میکردن روشون، یا کسی که انحراف بینی داره، نفس کشیدن براشون سخته، یا تو عکس‌ها قشنگ نشون میده. خیلی هستن میگن من دماغم بد نیست ولی وقتی تو عکس خودم رو نگاه میکنم خیلی ناراحت میشم که مثلا تو طرف چپم قوسش بیشتر از طرف راسته. این شخصا هستن که میشه روشون عمل کرد، عمل جراحی کرد. وقتی میگن که گوشتی هست، در حقیقت این غلطی است که در رابطه با غضروف‌ها صحبت کارتلج توی دماغ است. و باز یه چیزی که بین مردم ما خیلی مصطلح بوده این که دماغ استخوانی خوب میشه، دماغ گوشتی خوب نمیشه. اینو توضیح بدید که دوستان بدونن که هیچ ربطی به این موضوع نداره، بلکه عمل جراحی چگونه انجام یه مقدار بله. وقتی که میگن که گوشتی هست همش فهمیدین غضروف زش یا کارتلجش یه کلفته و خیلی هستن که پوستشون نازک‌تره و پوستشون کلفتره. کسی که پوست دماغش نازک باشه، هر کاری که زیر اون پوست روی استخوان و غضروف انجام بدین، اون پوست خود اون حالت زیر رو میگیره و قشنگ نشون میده خودشو. کسی که پوستش سفت باشه و کلفت باشه یا به قول آنها thick skin باشه، هر کاری هم که زیرش بکنین اون پوست اون حالتی که باید بگیره رو نمیگیره و قشنگ ممکنه در نیاد، به خاطر اینکه پوستشه که شیپ دماغو نمیذاره نشون بده. پس به گوشتی بودن ربط نداره، پوست ضخیم و نازک هست که فرق قضیه رو به وجود میاره. راهی نیست که از زیر پوست رو یکم تراشید؟ یه مقدار تا اونجا که بشه بدون که به پوست صدمه بزنه. ما پوست از تو که بخیار رو باز میکنیم پوست رو میشه کمتر نازکش کرد، ولی یه مقدار هم نمیشه دسته، چون هرچی که بیشتر نازک بگیم ممکنه پوست صدمه بهش بیاد، irregularity یا صاف نشون نده خودشو، یا خدا نکرده به بلاد سوپلای یا خونی که به پوست میرسه صدمه بزنه که ممکنه اشکال بشه. تا یه حد میشه نازکش کرد ولی
بعد از یه حد دیگه نمیشه بهش دست زد. حالا من دارم دکتری میکنم، به نظر شما بعد از که عمل کردین کسایی که پوستشون تک هست اگه یه لیزر CO2 روش برین کمک نمیکنه یکم پوستش رو ظریف‌تر کنه؟ کمک میکنه، پوست رو تایت تر میکنه که قشنگ شیپش نشون بده، ولی خب بازم باید به جنس پوست نگاه کنی. کسی که خیلی پوستش سبز است و تیره است اونقدر نمیشه روی پوستشون لیزر انجام داد تا کسی که پوستش سفیدتره و قشنگتر میشه روش لیزر انجام داد. اونم به جنس پوست هم خیلی تاثیر ربط داره. بسیار عالی. دوستان عزیز، برای کسانی که تازه به ما پیوستن، با آقای دکتر فرداد فروزانپور متخصص جراحی زیبایی صحبت می‌کنیم که در رابطه با عمل جراحی بینی امروز با شما صحبت می‌کنن. دوستان زیادی هستن که مایل به انجام عمل جراحی بینی هستن و می‌خوان مطمئن شن کاری رو که انجام میدن برای خودشون کار درستی هست، نتیجه خوبی میگیرن یا نه. برای عمل جراحی بینی شما از چه متدی استفاده می‌کنید؟ من متدهای مختلف دیدم. باز شدن از اینجا دیدم، از دو طرف بینی باز شدن از زیر دیدم و بدون باز شدن از توی بینی عمل کردن. شما چه روشی؟ معمولاً بستگی به شخص داره. اکثر عملایی که ما انجام میدیم از توی بینی انجام میدیم که از بیرون که نگاه میکنن جای بخیه یا کاتی نیست، ولی خیلی هستن که به خاطر اون استراکچر یا استخوان‌بندی و قضروفی که زیرش هست مجبوریم که اینجا رو یه بخیه کوچولو باز بکنیم که بتونیم اون حالتی که دماغ لازم داره رو بهتر بهش نشون بدیم. به خصوص اگه پره‌های بینی بزرگ باشه که اون وقت مجبورین اینجا رو باز کنیم. اون بعد اون دور بینی رو باز می‌کنیم و اون پره بینی که فهمیدین کوچیک می‌کنیم، یا خیلی وقت هم هست که این توی دماغو پره می‌تونیم اونجا یه مقدار پره رو کوچیک کرد که اون سوراخ دماغی که خیلی گرده است و کوچیک‌تر نشه. افریکن امریکن فکر کنم بیشتر به نفعشونه که از داخل بریم برای اینکه پوستشون کیلوید بری میکنه. بسیار عالی. بعد مسئله استخوان مطرح میشه. چه جوری استخوان رو عمل میکنید و استخوان باید شکسته بشه؟ چه جوری میگن استخوانش رو زدن شکستن؟ این داستانش چیه؟ استخوان بینی در دو جا لازم به ترمیم یا درست کردن است. یکی که این استخوان بامپ یا اون برجستگی بالاست، یا یکی همین بغلای دماغ است. خیلی هستن که فقط این بالاشون یه برجستگی داره، اونو میشه با سوهانای مخصوص هست که استخوان رو میشه شیوش کرد و اونو برداشت و تختش کرد که اون برجستگی از بین میره. ولی اگه این استخوانای بغل دماغ به جای اینکه صاف باشه، قوس داشته باشه و برجسته باشه، اون موقع است که یا خیلی دماغ پهن باشه، اون موقع است که باید استخوانای بغل دماغ رو باید شکست و به قول آمریکایی‌ها میگن reset the bones، که این استخوانای به جای اینکه پهن باشه رو میاریم تو که اون پهنا رو کمتر میکنه و استخوان رو نازکتر نشون میده و دماغ رو بیشتر خوش‌فهم‌تر. آیا اثری در تنفس شخص میذاره؟ بعضی از اوقات افراد هستن میگن ما بعد از عمل جراحی بینی تنفسمون به اشکال برخورد کرده. چرا این؟ برای اینکه اگه شما در نظر داشته باشین دوور دماغ دو تا راهرو هست که نفس از اون یا هوا از اون تو میره. وقتی این استخوان بندی‌ها رو میشکنید، این قسمتایی که هوا میره باریکتر میشه و بستگی داره که چقدر اینا رو کوچیکش بکنن. هرچی استخوان‌ها رو بیشتر بیارین تو، اون پسیجی که هوا از توش میره باریکتر میشه، تنفس یه مقدار ممکنه بیشتر سخت باشه براشون و یه مقدارم انحراف توی دماغ هم هست. اگه اون مقداری که هوا میره کافی باشه، استخوانی که توی دماغ انحراف داره ممکنه زیاد اشکال براشون نباشه، ولی وقتی این استخوان‌ها رو کوچیک میکنین و میبرین تو، اون هوایی که باید بره به خاطر انحرافی که تو دماغ هست سخت‌تر میشه براشون که تنفس آیا ترجیحاً شما وقتی که دارین از نظر زیبایی عمل میکنید اگه انحرافی ببینید اون رو هم تصحیح میکنید؟ 100%. اگه لازم باشه انحراف رو برمی‌داریم که نفس کشیدن براشون خیلی راحت‌تر باشه. خیلی وقت هم از به خاطر الرژیایی که دارن، وقتی این مقدار هوایی که میره به خاطر اینکه راهش کوچیک‌تر شده، اگه الرژی داشته باشن، حساسیتی به موقع سال باشه، به وجود میاد اون لایه‌ای که توی دماغ است ورم میکنه به خاطر حساسیت و باعث میشه که اون تنفس باش براشون سخت‌تر بشه، که اونم با اسپریایی هست که میشه بهشون داد. یکی از اون افراد هستم. قرص هست، اسپری هست که میشه داد که اون ورمو که توی دماغ وجود میاد کمتر کنه. کسانی که استخوان سنترشون تیلت هستش و کج هست، اینها رو آیا میتونید صاف بکنید؟ و چرا بعضیا میگن که استخوان مموری داره و بعد از مدتی ممکنه 2 مرتبه شروع کنه کج شدن؟ آیا میشه جلوشو گرفت؟ تا یه حدی میشه جلوشو گرفت. اگه خیلی کج باشه میشه مقدار کرکتش کرد، صافترش کرد، ولی اگه جوری باشه که خیلی زیاد کج شده باشه به خاطر اینکه مثلا
یه ترامایی بوده یا ژنتیکلی اونجوری بوده، اون اشکاله که بخوان قشنگ میدلاین یا صافش کرد. این مموری که شما فرمودین بعد از این مدت بدن سکار تیشو به وجود میاره که این سکار تیشو از هر بخیه که ما میزنیم سفت‌تر و قوی‌تره، از هر چسبی که استفاده کنیم بهتره و تا هر چی که بهشه میشه اون رو کرکتش، ولی باز اون سکار تیشو به اون شیپی که قبلا بوده برمیگرده و خودش رو میخواد اونجوری نگه داره. عمل جراحی بینی معمولا چقدر طول میکشه؟ یعنی 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت. اگه انحراف بینی لازم باشه درست بشه یه مقدار بیشتر میشه، اگه نه بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم. 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم. یه سری افراد هستن که جلوی بینیشون به قول معروف مثل منقار توتی معروف هست، حالت افتادگی داره. چه کار میکنید برای اونها و فاصله لب و دماغشون خیلی کم میشه؟ چه میکنید؟ بستگی داره که کجای دماغشون افت کرده که باعث شده این پرد بیک بهش میگن درست باشه. خیلی وقت است که این بالای دماغ، این قضروفی که این بالا هست رو برمی‌داریم و این قضروفی که بین لب و دماغ هست اونم میشه کوچیکش کرد که باعث میشه این نوک دماغ روتیت میکنه میره به طرف بالا و اون افتادگی برداشته میشه. خیلی وقت است که مجبوریم کارتلجی که توی دماغ هست یا از پشت گوش مقدار قضروف رو برمی‌داریم برای اینکه ساپورت لازم باشه که این نوک دماغ بالا نگه داره. اون وسط دماغ میشه این قضروف رو گذاشت یا کارتلج رو میذاریم که جا نمیخوره، جا به جا نمیشه. نه، بعد از این مدت سکار تیشو که به وجود میاد این بهترین چیز نگرش میداره که باعث میشه این نوک دماغ به جای اینکه افت کرده باشه صاف بره بالا و حالتی که نچرال و قشنگ رو نگه داره. یه سری افراد هستن مثل اورینتال ها که اصلا جلوی بینی ندارن و آرزوشون ساختن این دپت بینی هست. اونها رو چجوری بهشون کمک میکنین؟ یا کسی که چندی بار عمل جراحی کرده ناموفق بوده و هی رفتن هی سابیدن و بعد اینجا هیچ چیزشون نمونده، چجوری بازسازیش میکنین؟ معمولا هر دفعه که شما عمل جراحی انجام میدین بدن سکار تیشو به وجود میاره و عمل بعدی که بخواید برین رو همون قسمت انجام بدین سخت‌تر خواهد بود، چون مثل کبر بستنه. نه مثل اینکه شما یه جا بتون ریختید، بتون سفت شده و میخواین دوباره همونجا رو باز بکنید و همونجوری که گفتین مموری که هست سخت‌تر میشه بخواید یه چیزی رو حالت قشنگی بهش بدین. و کسایی که گفتین مثل اورینتالا اینجا دماغشون استخوان نداره، اگه خیلی این بالای دماغشون کوچیک باشه و هیچی ندارن ایمپلنت باید گذاشت یا میشه قضروف از پشت گوش برداشت و اینجا رو بیلداپ کرد که اون برجسته‌ای که شخصای معمولی دارن ندارن رو براشون فراهم بکنه. اینا تنفسشون راحته قبل از اینکه اینا معمولا هست، چون اون توشون اون توی دماغشون فضاش هست که بخواد نفس بکشن. ولی عجیب اذیتشون میکنه و اکثرا من دیدم یکی از یه گروهی که بیشتر از همه عمل جراحی بینی رو به دنبالش هستن اورینتال‌ها هستن که سیاه‌پوستا هم هستن. اونام اکثرا دارن، مثلا اونا دماغشون افت کرده. ولی اونا فقط مسئله کیلویدشون خیلی داستانه وقتی عمل جراحی انجام میشه و پوست ضخیم‌تری که دارن. لااقل اورینتالا پوستشون خیلی ظریفه و راحت شکل میگیره. نه درست. ما ایرانی‌ها درصد موفقیت عملمون و زیبا شدنمون خیلی زیاده. یک از گروه‌هایی که بهترین ریزالت رو از عمل‌های جراحی بینی میگیرن ایرانی‌ها هستن که ماشاءالله الانم که می‌بینیم عکسایی که از ایران میاد همه خانم‌ها و دختر خانم‌ها با یک بندیجی روی دماغشون در خیابان‌ها حرکت می‌کنن. اشاره کردم به بندیج روی بینی. بفرمایید که آیا وقتی عمل جراحی می‌کنید آیا کماکان پک می‌کنید داخل بینی رو و روش رو می‌بندید یا فقط یه دونه کلیپ می‌زنید؟ دیگه توی دماغو پک نمی‌کنیم. چند سال پیش بود که دماغو پک می‌کردن. چقدر چیز آنکامفتبل بدیه. ولی خوشبختانه امروز دیگه پک نمی‌کنیم، ولی روی دماغ اگه استخوان‌های دماغ رو ما مجبور بشیم که بشکنیم، یه مثل گچه که کست می‌ذاریم روی دماغ و بندجای تیپ هست می‌بندیم که این ولی گچ نیست اون که می‌ذاریم، مثل سیلیکون هست که حالت خودش رو نگه می‌داره و سفت است. روی دماغ می‌ذاریم و با چسب اینو می‌بندیم که اون استخوانی که می‌خواد برگرده به جای قبلش رو جلوگیری می‌کنه و اون حالتی که ما می‌خوایم بعد از عمل روی دماغ انجام بشه و بمونه رو اون ساپورت رو بهش میده که دماغ قشنگتر بمونه. چند روز و بین 7 تا 10 روز این چسبا و اون کست رو روی دماغ میذاریم و بعد از اینکه اینو برداشتیم اگه لازم باشه فقط دوباره 3-4 تا 5 روز چسب میذاریم روش که اون پوستی که اگه فقط چسب